مسجد برای اتحاد مردم است، جماعت برای اتحاد مردم است، مکه برای اتحاد مردم است، اعتکاف برای اتحاد مردم است، قرآن برای اتحاد مردم است، دین برای اتحاد مردم است. برادری نه شعار که در عمل اسلامی بوده است. بیایید اینا در عمل پیاده کنیم، به درد هم بسوزیم. تا ما این مملکت را آباد نکنیم هیچ کس این مملکت را آباد نمی کند. بنده به این مملکت سخت علاقمندم، به این خاک سخت احترام قائلم و لذا برای من نشستن در قم بسیار راحت تر است، در نجف بسیار راحت تر است. مراجع در نجف و قم هستن، من اونجا که باشم خب حمامم گرم است و راه ها آسفالت است و خانم همه آماده گاز و کولر و غرش بخاری ها، ولی من میگم نه، کابل برای من هم نجف است، هم قم است و هم الازهر است. باید کابل رو نجف ساخت، کابل رو الازهر ساخت، کابل رو باید قم ساخت. ما به حمدالله مدرسه داریم، عالم داریم، طلبه داریم. افغانستان سالها در این مسئله پیشگام بوده است، چرا ما الازهر نشویم؟ ولذا در کابل ماندم و میمانم. من الان 21 سال است در کابلم، تا آخر همین جا هستم. خیلی مرا دعوت کردن، خارجی ها دعوت کردن، امریکایی ها، اروپایی ها، استرالیا، کانادا. گفتم نه، برای من کابل، افغانستان، وطن، خاک، زادگاه هم اهمیت داره. اینجا میمانم تا بمیرم. ما در قم و نجف چه کنیم؟